آریانا سعید هنرمند پرآوازه افغانستان قرار است به تاریخ 28 اسد به مناسبت 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان یک کنسرت را همراه با شمار از آوازخوانان دیگه افغان در کابل پایتخت افغانستان برگزار بکنه. اما پیش از آغاز یا اجرای کنسرت مخالفت‌های را کنسرت با خود داشته که شمار از علما و همچنان شمار از باشندگان کابل هم دیروز یک تظاهرات را داشتن. آریانا جان، اول در این مورد بگو که کمتر از 24 ساعت دیگه به کنسرتت مانده. این کنسرت برگزار خواهد شد با وجود اینقدر اختلاف ها؟ 100% برگزار خواهد شد و من راستی بسیار هیجان دارم بر کنسرت 28 اسد و همراه ما بسیار مردم دیگه است که هیجان دارن و یک تعدادی هم که شما گفتین که خلاف کنسرت هستن یا اعتراضات نشان میتن. فکر میکنم که تعدادشان کم است ولی طرفدارای ما زیادتر است دیگه. بخیر کنسرت تیر شود ببینیم. چقدر تکت تا هنوز توزیع شده برای کسایی که قرار است اشتراک بکنن؟ احتمالاً چقدر مردم از نزدیک به تماشای کنسرت خود آمدن؟ دقیقاً و حقیقت بگویم برای ما معلوم نیست که چقدر تکت رفته چقدر مانده، نمیفهمم دقیق، ولی من خودم انتظار زیاد مردم دارم. در افغانستان شمار دیگه از هنرمندان زن هم هستن که آواز میخوانن، اما خودت بیشتر مورد توجهی کسایی قرار دارین که مخالفت میکنه با آوازخوانی شما. به نظر شما از کجا منشأ گرفته؟ همین سوال از پیش من دیروز هم در یکی از چینل ها سوال کردن. خب من شخصا حال به این نتیجه رسیدیم که شاید سبب از این تاثیرگذاری من در جامعه باشه، چون اینا میفهمن که یک نوع تاثیرگذاری من دارم بالای مردم و مردم گپ من گوش میکنن. شاید امی باشه سببش، دقیق نمیفهمم ولی امی اسباب به نظر. هرچند بیشتر انعکاس یافته در رسانه‌های اجتماعی مخالفت هایی که با شما مردم داشتن، مستقیما با شما کسایی تماس گرفتن که تهدید کرده باشه گویا که شما این کنسرت را برگزار نکنین؟ چرا تهدیدا است بوده، مخصوصا از طریق سوشل میدیا، فیسبوک. اینا مسیجای تهدیدآمیز بسیار زیاد میه، ولی من کوشش میکنم که همیشه از سر مسئله بزرگتر و مثبت‌تر زیادتر توجه بکنم، فوکس بکنم تا اینکه بالای از او تهدیدهای بعضی از اشخاص کوچک دیگه ایگه بخواه است. فکر نمی‌کنن این تهدیدها بعد از جنجالی شدن لباس کنسرت پاریس اینقدر اوج گرفته؟ فکر میکنم تهدیدها همیشه از در افغانستان و شاید تنها من نباشم. من فکر میکنم در قسمت تمام خانمایی، مثلا از خواهی هنرمند باشی، معلم باشی، سرمعلم باشی، زنا معمولا این مشکلات در افغانستان دارن. اصلا نمیتونن که آواز خود بلند بکنن، نمیخوان سر خود بلند بکنن، برای که مواجه تهدیدات میشن در افغانستان متاسفانه. از من خاصیت درصد چون من هنرمند هستم و از نظر اینا کاری که من میکنم مثلا مطابق فرهنگ و کلتوری که اینا میگن نیست، در حالی که ما فرهنگ و کلتور موسیقی را همیشه در افغانستان داشتیم. یک چیز بسیار عادی بود، ولی جای تاسف است که روز به روز اوضاع افغانستان بدتر شده رفت و تعداد مردمایی که به حساب فکرشان بسته است زیادتر شده رفت. ولی فکر میکنم حال وقتش است، وقت ازی است که ما باید همراه یکی دیگه دست به هم داده، باید در مقابل تاریکی همچون ذهن‌های تاریک باید استاد شویم. بالاخره ما هم باید در جمع مملکت‌هایی باشیم که پیشرفت کرده، مملکت‌هایی که مردمای فهمیده داره، چون ما هم بالاخره یک مملکت هستیم و مربوط به این کره زمین میشیم و همراه مملکت‌های دیگه باید پیش بریم. و یک چیز دیگه که من هیچ نمیفهم که چرا که مثلا که همیشه گفتیم در مقابل مشکلات جدی در افغانستان، مشکلات اساسی، هیچ کس صدا نمیکشه. علمای ما صدای خود نمیکشن، مردمایی که خودم مسلمان میگیرن صدای خود نمیکشن. یک هفته پیش در سر پل ما میفهمیم که چه حادثه‌ای رخ داد، مردم کشته شد، طفلا حلال شد، ولی یک صدا را من نشنیدم که در مقابل از این بخیزن که شما انتحاری نکنین، آدم نکشین، انسان از بین نبرین. به خاطر چی؟ و وقتی که یک هنرمند میاد یک کنسرت میده، میخواد دلش مردم شاد بسازه، برای یک 5 دقیقه فکرشان از انتحار، از کشتار، از مشکلات دور بسازه، در مقابل از او صدا بیرون میبره. بر ما بسیار یک چیز عجیب و غریب است. من فکر میکنم وقتش است که مردم بیدار شوند
و ببینن که دشمنای وطن ما چی میخواین هست. شما از میرزا اولنگ یاد کردین، در فیسبوک تارم گفته بودن که پول کنسرت را به بازمانده های قربانیان میرزا اولنگ کمک خواد کردین. بله. احتمالاً چقدر پول جمع آوری خواهد شد و هنوز مصمم به این کار هستین شما؟ 100% پلان ما امی است. تمام پولایی که از کنسرت باقی میمانه 100% برای فامیلای بی‌بضاعت میرزا اولنگ میره و این چقدر پول که میباشه مربوط از است که چقدر در کنسرت مردم میاید، چقدر تیکت فروخته میشه و چقدر پول ما میتونیم جمع آوری بکنیم.